توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که با متریال اقتصادی یه همچین میکاپی داشته باشین. بعد از همه از این مرطوب کننده از برند درماگول استفاده میکنم که یک برند داروخونه‌ای هستش. شما میتونین اینو خیلی راحت توی ایران از داروخونه ها تهیه کنین. برای کرمپود از برند میلانی استفاده میکنم. اینم در واقع یک برند اقتصادی محسوب میشه، قیمتش خیلی مناسبه و کاور خیلی بالایی داره. با یه بلندری که از قبل خیسش کردم و مرطوبه، چون میخوام کرم پودرم در انتها خیلی نچرال طبیعی روی صورتم بمونه، حتی باید بلندرم رو از قبل خیسش کنم به صورت تپ تپ و اینکه فشار دستمون نباید خیلی زیاد باشه، باید فشار دستمون کم باشه، ولی حرکاتی که انجام میدیم ضربا خیلی باید تند انجام بشه. ما خب در واقع میکاپ آرتیستی و وقتی که داریم میریم سالن باید عموما آرایش داشته باشیم، چون واقعا اینجوریه که من خب حالا درسته که مثلا برای پوستمون شاید ضرر داشته باشه هر روز میکاپ کردن، ولی خب من خودم اینجوری هم اگه بخوام برم مثلا توی آرایشگاهی توی سالونی دلم میخواد اون میکاپ آرتیستی که قراره بهم خدمات بده یا کارمو انجام بده اینجوری نباشه که مثلا صورتش کاملا نو میکاپ باشه، بدون آرایش بخواد بیاد مثلا به من خدمات بده. همچین چیزی رو دوست ندارم، مثل خوبی نمیگم، یا مثلا برم چه ناخون کنم ببینم ناخوناش هم مثلا شکسته یا فرم خوبی نداره، مثل خوبی ندارم. دوستم اول از همه اون رو توی خودش ببینم، اون ناخون و اون میکاپ رو، و بعد بخوام خدماتم اونجا بگیرم. فکر کنم همه اینجوری باشن. پس در نتیجه مجبوریم که عموما میکاپ داشته باشیم و خب تو روزمرگی هم باید از متریال اقتصادی استفاده کنیم دیگه، چون اصلا متریال لوکس و لاکچری بعضیاشون، همشون نه، بعضیشون خیلی سنگین تر هستن و خب ما نمیتونیم در روزمرگیمون از این همه متریال سنگین استفاده کنیم. از اینکه کانسیلر بزنم از یک کالر کرکتور استفاده میکنم، یک برند ایرانی هستش به اسم پیک. خب این رو هم میتونیم به عنوان رژگونه، یعنی اصلیتش رژگونه است و هم به خاطر رنگ مناسبی که داره هم میتونیم به عنوان کالر کرکتور یک کوچولو این قسمت های زیر چشممون قبل از کانسیلر بزنیم. این کار چیکار میکنه؟ باعث میشه که اون تیرگی و کبودی زیر چشممون رو خنثی میکنه و وقتی که میایم کانسیلر میزنیم دیگه اون کانسیلرمون تم توسی به خودش نمیگیره و کاملا زیر چشممون رو صاف و یک دست میکنه. چون خب قطعا براتون پیش اومده بخواین کانسیلر بزنین، بعدش میبینین که مثلا رو زیر چشمتون کاملا به جای اینکه مثلا روشن شده تیره هم شده، حتی مثلا بعد چند ساعت دیگه توسی شده و چرک میشه. این خیلی مهمه که قبلش حتما، چه حالا اونایی که مثلا زیر چشمشون تیرگی و گودی داره، چه اونایی که زیر چشمشون قرمزی داره یا مثلا رگ‌های آبی داره، کار کرکتور در واقع خنثی کننده است. کوچولو پشت چشمم به این صورت همچین تم رنگی باید داشته باشه. بعد از اون میرم سراغ، هرشو تمیز کنم، بعد از اون میرم سراغ کانسیلرم که از برند میچانو شماره 140ش میخوام استفاده کنم. نه رنگش خیلی روشنه نه خیلی تیره، در واقع رنگ نخودی داره که همین رنگ نخودی هم بهم کمک میکنه که بخوام باز تیرگی زیر چشمم و بیشتر بتونم کاورش کنم. مثلا اگه میخواستم از یه رنگ خیلی سفید و روشن استفاده کنم، باز هم باعث میشه که اون تیرگی رو نتونم خیلی خوب کاور بکنم. این بلندری هم که دارم باهاش کانسیلر میزنم از همون برند فرن هستش که باز هم من مرطوبش کردم کاملا.
باورتون نشه جلوی من آینه نیست و دارم خودمو سایه خودمو تو گوشی میبینم. خیلی کار سختیه. محصولات آرایشی خیلی دنیای بزرگی دارن. حالا ما امروز که داریم از متریال اقتصادی استفاده میکنیم، ولی خب شما باید این در نظر بگیرید منظور من از متریال اقتصادی این نیستش که بیایم مثلا فیک استفاده کنیم یا مثلا چیز ارزون استفاده کنیم. نه، متریالی که برندهای اقتصادی تری هستن، برندهای مرغوب ضربه تری هستن که ما بتونیم حالا مثلا برای استفاده روزمرهمون بخوایم ازش استفاده کنیم، چون همه خب که نمیتونن برن متریال خیلی گرون تهیه کنن. بعد از اون میام از یه رژگونه، راستش رو بگم ببینید این برند شیگلمه خب، ولی تو شیگلم نیست، یعنی توش رژگونه شیگلم نیست. من این چیکار کردم، من اومدم از یه کانسیلر دقیقا میچانو هم بود که داشت تموم میشد، مثلا آخرش بود، یه کوچولو توش آبرسان ریختم توی کانسیلرم، توش آبرسان ریختم. بعد اومدم از یه سایه تو پلت سایه بکنم اینجا هم باشه بهتون نشون بدم. رنگ قرمزش رو که استفاده نمی کردم و مثلا برام کاربردی نداشت از این برند نیکس، این رنگ چه قرمز آلبانی شد، رفتم اینو پودرش کردم ریختم توی کانسیلرم که با آبرسان مرطوبش کردم، این رژگونه رو ساختم. بعد این شیگلم هم که تموم شده بود اومدم اینو ساختم. ببینین عالیه خب، چون توش رژگونه هم داره، موندگاری در حد بنز، کاور خیلی بالا، خیلی راضیم دیگه. خب ببینید من رژگونم رو کامل کردم. برای کانتورم یه کوچولو از برند فورور 52 یه مقداری این سمت نمیخوام خیلی خط کشی کنم صورتم رو کانتور کنم، چون یه میکاپ روزانه است، خیلی کم فقط سایه ایجاد میکنم، کانتور خیلی خفیف در واقع. کلا خیلی از کانتور و کانتور کشی خوشم نمیاد، دوستم که خیلی کم و نامحسوس خطای دید ایجاد بشه. بعد از اون میرم سراغ پودر بیکم که از برند RCMI هستش. خیلی برند لاکچری و لوکسی محسوب نمیشه، ولی خب خیلی هم اقتصادی طور نیست، یه حد وسط داره. ولی خب چون که از کانسیلرم یه تایمی گذشته و من خطوط زیر چشم دارم، قبل از اینکه بخوام اینو فیکسش کنم باید یه ذره دیگه با همون بلندرم خالی زیر چشمم و این خطوط رو کاور بکنم و بعد بخوام بیکش بکنم. از یه پاف استفاده میکنم، خیلی راحت تر میکنه کار برام. بعد تمام قسمت های صورتم رو که خیسه رو خشکش میکنم با همین پودر بیکم. چون وقتی که چرب بمونه با یه تاج، این که حالا مثلا به لباستون برخورد کنه، به دستتون برخورد کنه، به گوشی موبایلتون برخورد کنه، آرایشتون خراب میشه. پس باید حتما یه کوچولو خشکش بکنیم. از اون میرم سراغ سایه چشمم. صورتم که خشک کردم دیگه وقت استفاده از متریال پودریمون هستش که خب سایه هم جز متریال پودری هست. من از برند سفورا این پلتش که تم رنگی گرم و نود داره استفاده میکنم. یه رنگ ببینید اینجوری حالتی کرم روشن داره،
از این با یه براشی که یه حالت گرد و توپلی داره برای این قسمت زیر خط کریسم یه مقداری کم فقط دارم تم میدم، چون این میکاپ برای من یه میکاپ روزانه هستش، نمیخوام خیلی زیاد به چشم برسه، به چشم بیاد به چشم برسه اون چی. یه در جمله بندی های من مشکل داره واقعا، نمیدونم چی کارش کنم. خودتون دیگه بدونین من چی میگم. به چشم برسه درسته دیگه، حتما گفتم درسته شاید. خب با یه براشی که توپالی‌تر و بزرگتره، خب این رنگ روشن کرم تره رو، اونی که خیلی روشنه، خیلی مثلا مثل پنکیک توره، میام برای این قسمت های جلوی چشم استفاده میکنم. هم باعث میشه که اون کانسیلری که زدیم سر جای خودش فیکس بشه و حرکت نکنه، هم این قسمت های چشم مثلا برای من که حالت فرو رفته تری داره، این روشنیه باعث میشه که اینو در واقع هایلایتش کنه، برگردونه سر جای خودش، برجسته تر نشونش بده. چیزی بهتر ببینیم. خب بعد دیگه میرم سراغ حالا مثلا یه مدادی که بخوام باهاش یه کوچولو خط چشم بکشم. من امروز میخوام از مداد فلورمار استفاده کنم. یه رنگ قهوه‌ایه که مات هستش، یعنی شاینی توش نداره. یه کوچولو خیلی کم از این بن موژمون میکشیم به سمت بیرون، خیلی هم نمیام بیرون چون این مداد خیلی زود خشک میشه، همون دگاری بالایی داره. سریع بلافاصله با یه دونه براش کوچیک نمیام، یعنی دوتا چشمو بکشم بعد این کار انجام بدم چون ممکنه خشک بشه و دیگه حرکت نکنه. اینو یه ذره با یه براش کوچیک به سمت بیرون هدایتش میکنم. حالا مثلا اگه دوست دارین فرم چشمتون اینجوری تر باشه به سمت بالا، اگه دوست دارین به سمت بغل لیفتش کنین، مثلا اگه دوست دارین تیرگی پشت چشمتون بیشتر باشه حتی میتونین اینو بیشتر این 2 بار شارژش کنین و بکشین، یه همچین چیزی. در واقع خط چشم مثلا بخوای بکشی، خط چشم مشکی خیلی تیرگی ایجاد میکنه. الان هم که ترند رفته سمت رنگ های قهوه‌ای، یهو مشکی بد شد. همه دیگه الان قهوه‌ای دوست دارم، موشه قهوه‌ای، خطش قهوه‌ای، رنگمون قهوه‌ای. چی میشه واقعا یه رنگی و ترند میشه؟ بعد مثلا همون موهایی که مثلا عاشق موجه های قهوه مشکی بودیم یهو بعدمون میاد، یا مثلا موهامون رو همش مشکی برگرداقه میکردیم یهو همه با هم دسته به دسته یه موهامون رو قهوه میکنیم. بعد اصلا میتونم برای اینکه فیکسش بکنم یه کوچولو از این رنگ قهوه‌ای تیرم استفاده میکنم، یه کوچولو میام روش اینجوری. ولی وجدانن به ماهایی که مثلا چشم و ابروهای مشکی داریم، حالا یه مشکی قهوه‌ای یا رو مشکی خیلی تیره، خیلی رنگای قهوه‌ای میاد، یعنی مثلا موجه های قهوه‌ای، خط چشم قهوه‌ای، اینا خیلی خوشگل میشه برامون. یه کوچولو میام گوشه خارجی چشممو فقط و گوشه داخلی چشممو یه کوچولو از همین مداد استفاده میکنم. اگه هر کدوم از این متریال رو دوست داریم بدونین که من از کجا تهیهش کردم،
میتونین برام کامنت بذارین و من براتون پیج اونجایی که گرفتم رو میذارم که بریم تهیهش کنیم. خب بعدش میریم سراغ ریمل که من از برند اسنس استفاده میکنم. خیلی ریمل رو دوست دارم. یه حالت اپلیکاتورش خودش یه حالت ژله‌ای داره و کوچیکه. این خوبی این اپلیکاتور اینه که خیلی باهاش راحتم، یعنی هم میتونم برای موجهای بالا ازش استفاده کنم هم موجه های پایینم. همیشه تمرکزم رو میذارم اون موجه های انتهای چشمم. خب گند زدم این بالاها ریملی شد ولی اشکالی نداره. همینجا تو همین ویدیو بهتون یاد میدم که چجوری وقتی که ریملی میشه بتونین پاکش کنین، چون قطعا این اتفاق بارها برای خانم‌ها ممکنه که بیفته. خب برخلاف خیلی از بیوتی بلاگرها که میگن اول بیاین این قسمت بالا رو ریملیش کنین و بعد بیاین مثلا بکشین، من همچین چیزی رو دوست ندارم، قبول ندارم، اعتقادی یعنی ندارم و همیشه هدفم تو ریمل زدن این ریشه موجه همه. و وقتی میام بالا حجم مواد دیگه کم بشه، چون همطور که ما مثلا سایه میزنیم بور موجمون رو تیره تر میکنیم و وقتی که میاد بالا این سایه فید میشه، دوست دارم تو موجه هم همچین چیزی باشه، یعنی واقعا فکر میکنم اینجا خیلی خوشگل تر میشه. پس اون مواد اولیه رو تو ریش نمیذارم، مگه اینکه مثلا ریمل هم دیگه تموم شده چی نداره، توی اون شرایط اوکی، برای اینکه مثلا به بالا یه ذره موادم برسه یه ذره میام کار انجام میدم، ولی وقتی که من این ریمل رو تازه گرفتم و پره مثلا لزومیتی ندارد. پس هرچی مواد روی این اپلیکاتور عزیز هست رو ریشه موجه هامون خرجش میکنیم. خب بعد از اون میام این زیر چشمم، الان دیگه مواد از روی این اپلیکاتور کم شده از رو برشش، میام موجه های پایینم رو ریمل میزنم. قبل بهتون یاد بدم که چجوری وقتی که ریملی میشه یه قسمتی از چشمتون که میکاپ کردین بخواین تمیزش کنین، پاکش کنین. اولین چیزی که مهمه باید یه کوچولو بهش زمان بدیم، تایم بدیم که تا خشک بشه، چون وقتی خیسه بخوایم پاکش کنیم بیشتر پخش میشه و کار رو خراب میکنه. از این برشایی که موجه هامون رو باهاش همیشه شونه میکنیم یا ابروهامون رو میکشیم، بعد میام با این برشی که تمیزه و خشکه روی اینا اینجوری میتراشم، خیلی راحت از شرشون خلاص میشم. ببینید اینجوری کاملا، حالا من نمیدونم توی دوربین چقدر مشخص بوده که این لک لک های سیاه از ریملم مونده بود، ولی کاملا کاور میشه. بعد از اون میام از ژل ابروی پیک استفاده میکنم، همون برندیه که باش کار کرکتور زدیم زیر چشممون. ابرومون رو از این ریشه ببینین، از این قسمت پایین به همون جهتی که دوست داریم. مثلا قبلا اینجوری بودش که خیلی اینجوری به سمت بالا لیفت میکردن، ولی الان ریشه ها رو بهترین حالت و طبیعی ترین حالتش اینه، ریشه ها رو میزنیم بعد اینا رو میخوابونیم. یا فرم هم لیفت داره، هم ابرومون تمیز شده، هم خیلی اونجوری تابلو نیست. خیلی تاثیر میذاره لیفت ابرو واقعا، یعنی ابروهای مرتب خیلی تاثیر میذاره. اینجوری بگم بهتر.
موندگاری این ژل ابرو خیلی خوبه، خیلی دوستش دارم و اینکه مشکلی که همه با ژل ابرو داریم سفید میشه رو خب نداره، یا اینکه اگه هم داشته باشه 1%، یعنی خیلی کم داره. قشنگ برابری میکنه با آناستازیا به نظرم. من خیلی دوستش دارم. خب بعدش میریم سراغ رژ لبمون. برای خط لب از برند یورن یه خط لب از شماره 113. من شماره رو خیلی دوست دارم چون که خیلی همرنگ لب خودمه و طبیعیه دیگه. اصلا کلا من دوست دارم روژایی که میزنم خیلی طبیعی باشه رنگشون، یا یه ذره روشن‌تر یا همرنگ لبم یا 1 درجه تیره تر. اول برای خط لب یه خط زیر لبم میکشم. این خط کمک میکنه که لبم بزرگتر نشون بده، یعنی انگار که لبم انقدر بزرگه که سایه انداخته این تیرگی اینجا و این بالا رو بهش فرم میدم. اگه میخواین لباتون رو فرم بدین و یا یه کوچولو بزرگترش کنین، یادتون باشه که هرگز نباید از این دو طرف این کار رو انجام بدین، یعنی این دو طرف رو سر جای خودشون حتما. بکشید. خب بعد از اون میرم سراغ رژ لبام از برند گلدن روز. 2 تا رژ لب از برند گلدن روز دارم اینجا الان. میخوام از اون رنگ روشن استفاده کنم. این رنگش زدم یه کوچولو از رنگ لبای خودم تیره تره. گله این رنگش در واقع شماره‌ش رو حالا براتون می‌نویسم این زیر، پیدا نمی‌کنم شماره‌ش رو. این رنگ روشنشه دیگه. همیشه برای اینکه رژ لبام یه حالت طبیعی داشته باشه خیلی حجم زیادی نمیزنم. سعی میکنم رژ لبم رو با خودم داشته باشم، هر موقع از حجمش کم شد بخوام دوباره شارژش کنم. چون من لبای خشکی هم دارم، بخوام اصلا حجم زیادی رژ لب بزنم خودش باعث میشه که لبم زودتر خشک بشه و پوس بشه. حالت ضربه‌ای. برندم تو متریال اقتصادی خیلی برند خوبیه و رژ لب‌هاش خیلی اصلا حالت خشک نمیده به لب، یه حالت نرمی میده که من خیلی دوست دارم. این از میکاپ من. امیدوارم که دوست داشته باشین. حتما بهم ایده بدین که چه ویدیوهایی براتون درست کنم و کانال منو سابسکرایب کنین و لایک کنین. ممنونم ازتون.